سلام بچه، چطورین؟ خوش اومدین به این ویدیو. و امروز اومدیم با 4 تا اتچمنت اسنایپ و اتچمنت های 2025 که بعضیشون فرقی ندارن. آقا بریم سراغ ویدیو. بچه ها اومدیم با اتچمنت تندرا، یعنی اولین اتچمنت. این اتچمنت اصلا فرقی نکرده با اتچمنت قبلیش و همون اتچمنت قبلیه به نظر من. فقط تایگر تیم بود قبلا، الان کردمش همه فورگت. بعد خوب ایشو من نمیدونم ولی اتچمنت خوبی است. من که استفاده میکردم بچه. و دیگه هایلایتو ببینید و دیگه بچه بریم سراغ اتچمنت. Spotted. خب بچه اومدیم با اتچمنت تندرا، اینو ببریم. خب بچه ها اومدیم با اتچمنت تریلاین و بچه ها این اتچمنت خیلی اتچمنت خوبیه، ولی اگه شما نتونین بزنید به دل انمی یا هدش، شما اگه به پاش بزنید دیگه بچه ها مثلا به پاش بزنید اون نمیمیره، اون خیلی دمج میشه. و بچه ها بریم سراغ اتچمنت. بچه ها الان که من دارم ویدیو میکنم من خیلی باش پلی دادم، نزدیک 1 ساعت باش پلی دادم و ویدیو رو برش زدم، ادیتش کردم و ادیتش مثلا نزدیک نیم ساعت طول میکشه و خود ویدیو رو من یه ساعتی سرش بودم. و دیگه بچه ها لایک و ساب زنگوله رو بزنید و بچه ها این ویدیو رو ببینید و بازم میگم لایک و ساب زنگوله هم بزنید و دیگه من حرفی ندارم، هایلایت رو نگاه کنید. It's all up to you now. Bomb has been
خب بچه ها اینم از اتچمنت تریلان. خب بچه ها رسیدیم به اتچمنت سومی و اتچمنت لوکاس که من کم باش پلی دادم و ببینید که اتچمنتش این لوکاسه و من خیلی کم باش پلی دادم و بچه یه چیزی که میخوام بگم که یه چیزی بوده که تکرار کردم تو ویدیو و یه بار دیگه میخوام بگم و یه حرفی پوی سرش بگم. آقا شما ویدیو رو مثلا الان فکر کنم 11 دقیقه شده شما ویدیو رو میبینید، ولی من بخوام ویدیو رو بگیرم 2 ساعتی طول میکشه و واقعا 2 ساعت طول میکشه، چون که اصلا من دیگه چی بهتون بگم بچه ها، و من خیلی کم با این پلی دارم با لوکاس، چون که من لوکاس پلی نیستم، قلق تندروی دستم، من با تندرو خیلی بازی میکنم و بچه ها اکانت من اصلا نگم براتون، بهتون نشون بدم انتون میگیره در میرین میگه این چه اکانتی آخه. و اکانت مثلا لیجند نداره، یعنی مثلا لیجند رایگان داره، من لیجند نداره که مثلا با ستیپی میخری، لیجند نداره از این چیزا. باید دیگه بچه هایلایت رو تماشا کنید و دیگه حرفی ندارم، ویدیو تماشا. اینم اتچمنت لوکاس. خب بچه ها رسیدیم به اتچمنت DLQ و بچه ها برین هایلایت رو ببینید و دیگه خب بچه ها اتچمنت DLQ هستش و بچه این اتچمنت خیلی سریعه و این اتچمنت همون اتچمنت قبلیشه ولی چند تا فرق داره و همون میپلایت برلش و دیگه همین بچه برین هایلایت ببینید و اتچمنت هم امتحان کنید که اتچمنت خیلی خوبیه بچه ها. تو این تو سیزن قبل خیلی چیز میکرد، چطور بهتون بگم، وانشات نمیکرد، یعنی چی؟ یعنی دمیج میکرد، خیلی اینطوری، یعنی اصلا نمیتونستی یکی رو باش بزنی، اینقدر بد شده بود. من اصلا به خاطر همین رفتم سراغ تندرو که قبلا هم رفته بودم، خیلی تو ویدیو دیدم بچه دلم براتون خیلی خیلی تنگ شده و هایلایت رو ببینید.
خب بچه ها اینم از اتچمنت دیل. بچه ها اینم از 4 تا اتچمنت اسنایپ بود و بچه ها لباس و زنگوله رو بزنید و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.